این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای قراضه‌ای که بعد از این همه سال کشتار و جنایت علیه مخالفانش منبر اینترنتی گذاشته تا روزه انصاف و تحمل مخالفین را بخونه. شما ملاحظه کنید در اجتماع خود ما جای دوری خیلی نریم، ببینید ما با کسانی که مخالف هستیم اگر چنانچه با اونها به همین آیه عمل بکنیم، یعنی درباره اونها بی‌انصافی نکنیم و اونها هم درباره ما بی‌انصافی نکند، ببینید چقدر وضع جامعه وضع خوب و روا و خوبی خواهد شد. شیخ فری هم مثل همیشه مشغول خالی بندیه و هر بار دروغ جدیدی سرهم بندی میکنه. حتی در زمینه ماسک و اینا که خب هنوز ما نیازهای داخلیمون رو باید تأمین کنیم، در آینده من امیدوارم به نقطه‌ای برسیم که در این زمینه ها ما بتونیم صادر کننده باشیم. در زمینه کیت های تشخیص الان میتونیم ما صادر کننده باشیم، حالا نیاز داخلی ما هم زیاده ولی میتونیم. همزمان با این خالی بندی شیخ فری در رابطه با صادرات کیت، رسانه‌های حکومتی این خبر رو منتشر کردند و از واردات کیت فرانسوی خبر دادند. شیخ فری در حالی داره قمپوز در میکنه و از صادرات کیت میگه که آخوندا و بسیجیاش با اسفند و آفتابه تو خیابونا راه افتادن و از این مسخره بازی ها در میارن. اللهم عجل فرج حبیبنا، اللهم عجل فرج حبیبنا، اللهم عجل فرج مولانا. این هم یه نمونه دیگه از بلبشوی نظام ولایت و ادعای مقابله با کرونا. اردیبهشت 99 اینجا محله شهرک غرب، شهرداری نمایشگاه گل لاله گذاشته و بعد نوشته از تجمع بپرهیزید و در خانه بمانید. مسخره تر از این کجای دنیا میتونید پیدا کنید؟ وقت چه انتظاری هستش که این بیماری از بین بره و روز به روز فراگیر نشه؟ حالا از رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بشنوید که فاضلا به پنهانکاری در نظام ولایت رو اینطوری هم میزنه. کلا ما تو کشورمون تو همه چی دستور از بالا به پایین، بله. از پایین به بالا نیست. بله. ما شنیدیم میگه از اون قدیم میگن مأموریم و معذور دیگه، درسته؟ بله. این همین مقدمه من آره دیگه. بالاخره شورای عالی امنیت ملی و حراست وزارت بهداشت ما و اینا اعلام کردن آقا آمار ندین، نگفتن چرا ندین یا چرا بدین. دو تا وجه داره، دو تا تحلیل. الان همه استان‌ها آمار نمیدن دیگه؟ همه استان‌ها آمار نمیدن. بله. دو تا وجه داره اگه بخوایم بررسی بکنیم. یکی اینه که خبر بعد هر شب ندی بهتره. بله. از روانی روحی استرس و فلانه. بله. یک شم اونه دیگه، مردم ممکنه بی‌دقتی بکنن. بله. وقتی آخوندها روی زمین گیرپاش کردن و درمونده شدن، به آسمون رو آوردن و هوایی شدن. پاسدار سلامی و پاسدار حاجیزاده هم مثل دو کله پوک اومدن جلوی دوربین و از این فیلم‌ها بازی کردن. خوشخبر باشی سردار، چی شد؟ خوب بود؟ عالی. خب الحمدلله. سردار تبریک میگم، شنیدم موفقیت آمیز بود. نه همینجا میخوام الان توی اتاق عملیات هستید، بفهمید چه حسی دارید و این ماهواره چه پیامی داشت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سپاه فضایی شد. ما در این لحظه در فضا قرار گرفتیم و از این لحظه به بعد از آسمان به زمین نگاه. با این وضعیتی که آخوندا دارن، هوایی شدنشون یه چنین آخر و عاقبتی پیدا میکنه. آخوندا روزانه در حال چاپیدن مردمن، بعد وعده وام 1 میلیونی میدن که چیزی جز صدقه دادن نیست.
وام 1 میلیون تومانی حدود 5 میلیون خانوار دارای حساب یارانه پس از دریافت پیامک تا پایان هفته واریز می شود. نقش وام 1 میلیونی در زندگی مردم ایران یه چیزی مشابه کمک این باباست. خامنه ای این همه از پول ملت چاپیده هنوز سیر نشده و تازه بساط جدید گدایی هم راه انداخته. یه نرم افزار خدمات بانکی نصب کردم توی گوشیم. خیلی جالب به یه نکته برخوردم. این نرم افزار که اسمش هم ایوا هست، مثل خب خیلی از نرم افزارهای بانکی دیگه شارژ میتونی بگیری، کارت به کارت میتونی بکنی، قبض میتونی پرداخت بکنی. یه نکته جالبی داره، توی یه بخشش هست که بخش وجوهات شرعی، شما روش کلیک میکنی چند تا آیت الله میاد بالا، آیت الله خامنه ای، آیت الله نوری همدانی، فلان فلان فلان. بنا به مرجع تقلیدت انتخاب میکنی، مثلا خامنه ای. خیلی جالب و خنده داره. میگه موضوع وجه انتخاب میکنی، میگی مثلا ختم دوره قرآن، روش میزنی میگه چه تعداد ختم میخوای، انتخاب میکنی مثلا 4 دوره. 4 دوره رو بهت قیمت میده 12 میلیون ریال، یعنی 1,200,000 تومان پول ازت میگیره که خامنه ای واسط ختم دوره قرآن کنه. واقعا به کجا داریم میریم ما؟ غارت همزمان و دوبله سوبله کار همیشگی آخوندهای حاکم بر ایرانه. درست چیزی مشابه این. امام جمعه های خامنه ای هم نمایش جمعه اینترنتی را انداختن و برای روحیه دادن به بسیجی‌ها از این حرفای صدمنگه غاز میزنن. کووید 19 به نظر حقیر فرصتی است برای جامعه پردازی، برای رسیدن به آرمان‌هایی که در بیانیه گام دوم به عنوان افق‌های بلند فراروی ملت ایران به او اشاره شده است. جامعه پردازی مورد ادعای این آخوند مثل کار این بنده خدا میمونه که میخواد درخت رو پردازش کنه اما یه چنین بلایی سرش میاد. این هفته دراکولای عمامه‌دار نظام یعنی رئیسی جمله‌ای گفت که مرغ پخته و جوجه زنده رو انگشت به دهن گذاشت. این قضیه‌ای که در رابطه با جوجه‌های یک روز انجام شد، این دل همه رو به درد آورد. این حرکت غیر قانونی، غیر شرعی و غیر اخلاقی بود. این جانی در حالی داره برای جوجه ها اشک میریزه که رفیق قاتلش در موردش این طور حرف میزنه. یکی از ایراداتی که با آقای رئیسی میگرفتن این بود که آقای رئیسی مثلا جزء این گروهی بوده که اعدام کرده منافقین رو. خب آقای رئیسی رو باید جایزه داد، مردم باید تشکر بکنن از آقای رئیسی. حالا بشنوید از تزریقاتچی نظام یعنی پاسدار عباسی که مشغول تزریق آمپول تقویتی به بسیجی‌های وارفته است و برای اثبات ادعاهاش از دلال تاریخ در رفته‌ای به نام جک استراف کمک میگیره. تا جایی که جک استراف سال گذشته آمد ایران، وزیر خارجه اسبق انگلیس اعتراف کرد، گفت فکر می‌کردم میرم یه شهر کثیف بزرگی مثل قاهره و بمبئی هند، اما آمدم دیدم تهران پر از اتوبان و پل و مترو و پارک و دیدم رفتم مادرید، یعنی پایتخت مثلا اسپانیا. اما این فوتای پاسدار عباسی دردی از نظام دوا نمی‌کنه، چون بادکنک‌های عظما حسابی پنچر شده. حالا بسیجی‌ها نه تنها میگن ما نتوانستیم، بلکه سوالشون اینه که یعنی چی میشه؟ هر کس امروز کاربر فضای مجازی باشه اینقدر اخبار منفی روز سرش میریزه که این ناخواسته ترور روانی میشه. یه نقشه دشمن امروز تو فضای مجازی داره، اونم عملیات روانیه، مأیوس کردن مردمه. حتی نوع مذهبی امروز مأیوس شدن به خاطر تبلیغاتی که دشمن داشت، کنار کشیدن، ناامید شدن. خیلی با حالت ناامیدی میگن آقا چی میشه، یعنی چی میشه، چه اتفاقی؟ حالا که تا اینجا اومدیم تازه ترین دستاورد نظام در سال جهش تولید رو هم با هم ببینیم. درهای خودروهای منتاژ ایران با یه سیخ باز میشن، یعنی از گره کروات هم راحت‌تر باز میشن. این مالی ما نیست، این مالی ما سرقت مدهمان یک ثانیه برای ماشین باید اگه ضبط میزنن با صندوق اینا این سمند صندوقش از اینجا باز میشه، یه ایمیلی میکنن داره صندوقش هم باز. یه بار دیگه بکن صندوق
یش چیه؟ بالاست. حالا اومد که بردت میگم. آش ولایت طوری شلب شوربا شده که صدای این مجری نورچشمی تیویریش هم در اومده و اینجوری پته تیویریش رو میریزه رو آب. به نظر من روند سازمان صدا و سیما در چند سال اخیر روند باج دادن به سلبریتی ها بوده، روند خریدن اعتبار برای خودش از طریق باج دادن به سلبریتی ها بوده، روند خرج کردن بیت المال برای خریدن اعتبار بوده. اینایی که من دارم عرض میکنم، ببینید من از سال 81 در صدا و سیما بودم و همچنان هم بالاخره اونجا انتصابی دارم، یعنی بالاخره فرض کنید عضو شورای اندیشه ورز یک شبکه تلویزیونی هستم همچنان. خیلی عجیبه که تلویزیون وقتی احساس میکنه که در رقابت با شبکه‌های ماهواره‌ای یا شبکه‌های اجتماعی و اینترنت قرار گرفته، میاد از پولش، از پول بیت المال در واقع خرج میکنه برای اینکه مخاطب بخره، برای اینکه اعتبار بخره. در پایان توجه شما رو به یه دابسمش متفاوت جلب می‌کنیم که موزیک بدون کلام رو دابسمش کرده.